دو پهلوان ما با زینه افتخاری میگویند در روز سیوم گراند اسلام ابودابی جناب حسین المسلم برای هم کامرانشاه و هم جهانگیر همچنین دو رقیب آنها نیز نشان تقدیم میکنند. بابانوف جایزه‌دار بازی‌های المپیک در مقام سیوم، جهانگیر مجیدوف پهلوان امیدبخش کشور در مقام سیوم است. بعد از جهانگیر کامرانشاه اوستاپیریون در مقام دوم با نشان نقره سرفراز میشود و پهلوان روز باشد نشان جدایی را به گردن آویزان میکند. افتخار است در آخر سال 2021 این دستاورد بزرگ است که در گرند اسلام پهلوانان ما به دست آوردند. خیلی باعث افتخار است. جانورد کامرانشاه اوستاپیریون را با رقیبش لحظه از قسمت فینالی پیشکش میگردانند. این بیگاه ما منتظر طلا بودیم. خب طلا هم نباشد، نقره و برنجی دو در یک وزن هستند که فکر میکنم برای مخلصان ارزششون است برابر با طلا است. مبارک شود. این شام هرچند شام طلایی نبود اما نقره و برنجی شد. همین طریق دوستان عزیز اکنون ما در اینجا دو پهلوانی کشور را دیدیم. پهلوانان کشور را دیدیم، هم کامرانشاه را دیدیم، هم جهانگیر مجیدوف را دیدیم. مبارک شود. این صحیفه رنگین است برای پهلوانان کشور.